اوه خارجی اگر یا خوش بید بویم حس کنیم چه که دل خو خوش که بو از عابد بینید ام جی بخوین یا خوش راستی خماد بد خارنه که هی مگل جرف حدیث هنه و گوتی حدیث که گله که خوشه اوه خارجی اگر یا خوش بید بویم حس کنیم چه که دل خو خوش که بو از عابد بینید ام جی بخوین یا خوش راستی خماد بد پیغمبر بیش علیه الصلاة والسلام اوه دیکم ابو سلمان عایشه خودش راضی بیتن بیجتن التاز یا نخوشیات پیغمبر علیه الصلاة والسلام امرمت کرد اوه خارنهانه بینی و حتی افروکه علمات بجن اعجاز معجزه ابي وقتي دا وهني معجزه ان التلبنه تجم الفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن تلبینه خورنه خماد بد تلبینه چیه؟ ادبر دادان عمرت مد گوته پالیک یا گوته زفروک چه بید؟ آوا جهی و هگوینی شیری پیش دا قبضان سر آگره که اوهانه وقت پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقت خمک با تاز یک با نخوش یک با اوهانه وزد کرد آوا جهی و شیر و هنگوین تکلد کرد یا دون و ماست گوته چطه که وصلا تکلد کرد سر آگره که پیش دقا دا خلطه که اوید خم اوه فایده دلیت کرد فایده قولونت کرد یعنی طبی هم فایده کلسترولیت کرد یعنی فایده مازنت تیدا و یاش خورا خوشترشی خماد بب نبرو کنه خمد مب چود چند سبحان الله هنده گلندک مرو باغ و خمای جگاره چید خمای حاشای مالا خود بعرق چید خمای سفرک حرام چید و از بخمه چون بشه جوی خوب گوهرم جوی خوب قرآن بگوهره جوی خوب ابا پیغمبری گوتی تلبینه بگوهره علیه الصلاة والسلام اوی بگوهره این دا سحکینه دا بچه که صحت نفسیتت من مرتاح بند دومای داش خودت که خودت تعالی هستین که ما برفره کردن و خماش ناف دلت مرا کردن